انا گپ در کجا بوده از کالت کلاس نفهمیدم. با فکرم تو عاشق شده ای. من عاشق زود تشخیص های بی اساس رو پیشنهاد میکنی. از گوهرک چشمانت میبینم که تو عاشق شده ای. این دختر کیست؟ نبیره آقای اکرم. آقای اکرم کی؟ صاحب این خانه می باشه. رئیس. بس مایل شوکت امشب در اینجایی است. لیکن پگاه چیز و چهارت رو جمع کرده از اینجا رفت. من خودم تا تیار شدن شناسنامه‌ام در اینجا می باشم. اگر شناسنامه بگیرم زود از اینجا می روم. مایلش برادر. بار دیگر به من برادرم نگو. استاد. مایلش استاد، شما خواطر نشوید. یک اطراف رو از نظر گذران. تو برای چی اطراف رو از نظر میگذرانی؟ رفته من تو رو در اطراف دور میزنونم. اینجا بسیار زیبا بوده است. اینجا چطور تربیت؟ درون خانه میدروی و نمیبروی. محکم کن. مایلش استاد زود بیایید. هجری تو در همینجا بودی؟ استاد خواستم همراه شما یک جای با مسجد برویم صحبت کنم. بیا صحبت کنان میرویم. استاد یک چند سوال داشتم. سوال نده برای آنکه سرم پر از سوال شد. اجازت دهید تا همش را فهمانم. تو اینقدر سرگپ بوده ای؟ یک دم خب کن. دمت رو گرفته شین. سردارم من اویدی کیلاس معلومات پیدا کرده میتوانم. علی کبوتر در محبس دوستی کیلاس بود. شاید او یگان معلوماتی دارد. وی کلت کیلاس کبوتری او را خلاص کرده بود دریا دارد. برای همین کبوتر شاید که با کلت کیلاس یاری داده باشد. اینجا بیا دستونت را نزدیک کن. برادر خوبی من از من دور کرد، فهمیدی؟ بار دیگر در نزدم نیا. رو پرس و پاچه خواستگت را کن. از موشه فرا رحمت سردارم، از باوریت تا نمی برایم. رحمت سلامت باشید. دریا داری همیشه دروغ میگفت. دریادت هست؟ دریا دارم. دروغگو. انا این میشود دامادی دروغگو. زورو جون خنده نکن. من تو سحر خواب نکرده اینها رو دیده بر اومدم. تو باشی میخندی. دیده ایستادم، لیکن به میسی تو در هیجان نیستم. این طور باشد بیا میرویم. رفتیم برایم. حاضر هوکن میآید. اوه بچه، هوکنش کیست؟ من فراموش کردم که به تو گویم. هوکن لایکش میباشد. نواری لایحه شناسی همون رو میسازد. خلاص رولی دامادی ساخته رو بازی میکند. دوگانه جان خاطر نشو. از دلم حس کرده ایستادم که این کار رو حل میکنیم. والله قسم. آیا این حس به حس کنی اول ماندی ندارد؟ بایدم نور اوه همه خوش و خرسند. زهرا تو رو خیلی شد که خنده ندیده بودم. میخندی ها؟ خنده به تو زیبنده هست. به شما چی لازم بود آقای چغته؟ سیرین من میروم. تو همه چیز رو جمع کن بعد بیا.
سلی چی شده ایستاده است؟ آقای چقدر یگم گپ شده است. چی کار کرده ایستاده؟ اویدی چی پرسیده ایستاده؟ ما در حقیقت کار داریم. میدونی من زهرا رو بسیار دوست میدارم، لیکن تو باشی به من یاری نداده ایستاده. به شما چی طور یاری دهم؟ چه خیلی که من به تو یاری میدهم همین طور. آقای چغتای ما اویدی لایحه همکاری داریم. اینجا یاری شما چی دخل دارد؟ اگر من نمی بودم به پای ایستاده نمیتوانستید. از این پیشتر چند کارو برباد دادی میدونی؟ زهرا برای همکاریمون زیدیت نشون داده بود. میبینم که رفتارش درست بوده است. سلین تو مرا خطا فهمیدی. زهرا برای خاطر من این همکاری رو دوام داده ایستاده است. اگر شما کار رو با دیگر چیز آمیخته سازید ببخشید، در بین یگان خاطر بینی نمیموند. از من تنها گفتن است. سلیم کجا شدی؟ بخشش دوگانه جان تو رو انتظار کردم. با چغتای بسیار صحبت نکن. با همه چیز دخالت میکردگی شده است. من با او همکاری رو قطع کردن میخواهم. زهرا جان تو خودت میدونی. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. کجا شده؟ آنا آقای حقم آمد. کنی بیاید. سلام. سلام. زهرا تو هستی؟ نه سلین زهرا. از شناسایی شدم. اویدی با نوارگیری سریال اونقدر معلومات ندارم، لیکن میخواهم که از اول خواسته هایم رو با شما بگویم. معاشم در هر قسم چندی است؟ میبخشید از آن ما از یک قسم عبارت است و چقدر دوام کردنش معلوم نیست. همین طور؟ همین طور است. این فیلمی بدهی است مگر؟ نه فیلمی حجتی. توف بکردم. میز رو ببین چه خیلی زیبا است. وای نور نیست؟ در کجا بنشینی؟ با خدا کی وای است؟ کی از امریکا آمد؟ زهرا به خدا پیدا کردیم. چی؟ داماد را یافتیم میگویم. آقای حقم به شما تشکر میگویم. باز ما با شما تماس میکنیم. دویم همین خیل میشود. ما رو همیشه دعوت میکنند، همین که نرخم رو میگویند، بعد زنگ میزنیم. گفته با من زنگ نمیزنیم. تشکری زیاد. نزروید. آنور. ببخشید یک دقیقه. کمی پیشتر با خانمان چی گفتگو کردید؟ بخشیش شما کی هستید و برای چی میپرسید؟ من راهبر آنها میباشم. نور؟ من حضور میوایم مایلش. وای 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 زهرا خوش آمدی. چی حال داری؟ روز بخیر. سلیم ای خدا این چی تصادفی خوش است؟ دوستم ما رو فراموش کردیم. من شما رو فراموش نکردم. اگر شما نمی بودید دانشگاه رو من ختم نمی کردم. کنی نقل کنی چیکار کرده گشتی؟ آنور جان تو رو در آسمان جستجو داشتیم که در زمین بوده. بعد تو احتیاج داری. سلیم چی کار کرده ایستاده ای؟ میلیس لابای با چقدر مناسبت چگونه است؟ در روزهای نزدیک از آنی من می شود. آسان باور می باشی چقدر از زهرا کنده نمی شود. کنده می شود. حالا می بینی خواهشی من می شود. می بینی. سلام دخترها. این کی است؟ نمیدونم. شما کی هستید و در اینجا چی کار میکنید؟ من شوقت. خیلی خرسند شدم. شما زیبا، هوا زیبا، حوض زیبا، آب خنک است. لباس آبازی ندارم، لیکن بخشش یک دانه انگور گیرم. انگور رو دوست میدارم. ملیس این شخص کیست؟ مادر جان من نمیدونم. آرام شوید آرام.
من خرشی دامولا هستم خانم. به خانه شما مهمانی آمدم نزد دامولا. نه بکار، تو در اینجا چی کار کرده ایستاده‌ای؟ خودم رو برهنه حس کردم. استغفرالله این طور حس نکنه. تو راه گرد و تو حس میکنم. برادر جان نکی تو در بیشت افتاده ای. بخشیش راه گرد. توبه خودش کم بود که مهمانش رو آورده است. دخترها خانه دروید. حاضر. ملیس برخیز. این طور باشد من هم روزی به خاطر شما. در دلتان یگان کس رو دارید؟ یعنی برای مشکلی پیش آمدنش میپرسم. یگان دوست داشته ندارم. آزادم. در دل من به کسی جای نیست. من نزد دوستانم روم که عیب شدنش ممکن. این بخوری خیلی مهم است. پگوه باز و میخوریم. اجازه دهید. این طرف باشه تلفن میکنم. خوب تشکر زیاد. البته خانم. سلین مایلش خیر. سلامت باشی. دوستم برای همش تشکر. بسیار خوب. سلامت باشه. تو بازدید. سلامت باشی. سلام خانمان. فکر میکنم که این برادر هم ارتیست است. کاری ضرورتون همین بود؟ برای شرکت نوار شناسایی آماده ساختید. برای چی با من نگفتید؟ شاید من هم یاردم میدادم. چی؟ با اون پسری که با شما هم صحبت شد گپ زدم. تو با کاری ما چی کار داری چقدر؟ ها؟ تو ما رو تعقیب کرده ایستاده ای؟ ما رو به حال خودمون گذار فهمیدی؟ مایلش تمام. اما اگر یگان کار داشته باشید نداره. تو بزدی. از هر کجا پیدا می شود؟ هیچ گپ نه زهرا جان. داماد رو پیدا کردیم. دیگر همش سفسته. من با تو 100 مرتبه نگفتم که در اطراف نگرد. از اینجا نبرا گفته بودم. برای چی از اینجا برآمدی؟ برای گرفتن هوای تازه برآمدم. چل هوا. در خانه تو هوا نمیرسد. شد بس. استاد شام بخیر. زهرا جان شام بخیر. به فکر مهمان دارید؟ بله مهمان دارم. خوش آمدید. خوش باشید. شام بخیر. زهرا در کجاست؟ باری آخر با امام در صحبت بودنش دیده بودم. با امام؟ علی جان میدانی که ما امام داره. نشیده خانم، امام را نیز به خوراک دعوت نمایید. تنها همین نمیرسید. در خوراک اویلوی امام چیکار داره؟ به طبق خوراک را جمع نموده به نزدش ببرید. نشیده خانم، به فکرم نشونیدید؟ امام را نیز به خوراک دعوت کنید گفتم. چرا انتظار هستید؟ مایلش جانم. یکان چیز بگو. گپ زن. خب نشید. بس کن. چی گویم؟ چی؟ پدر جان، به فکرم به خوراک اویلوی بیگانه را دعوت کردن کمتر ناخوش است. باز شما خوبتر میدانید. من نمیدانم. پدر جان شاید این از روی آداب نباشد. زهرا در کجا بودی؟ بابا جان کمتر کارم بسیار بود و راه سیر ماشین بود. عذر میخواهم. زهرا جان لبه با باید امام را به خوراک دعوت کردند. بابا جان شما یک تای من. او با مهمان هایش بود. ها؟ نشیده خانم، مهمان امام را نیز دعوت نمایید. حاضر دعوت میکنم. مرحمت. با اشیایتان. بله برادرم. بار اول در خانه نومان چای می نوشیم. شوکت برای چی خانه همون گفته ایستاده؟ یک شب میستی و از اینجا میروی. تو اینجا را صاحب شدی. تو برای چی دایی ما این طور میگویی؟ ما رو رنجانده ایستاده ای؟ تو در اینجا تنهایی چی کار میکنی؟ با تو همدرد رفیق لازم است. همدرد؟ تو؟
از تو هم درد نمیبراید، از تو تنها درد میبراید. خودم بر سرم یک دنیا درد دارم. پلیس اونال دیوانوار مرا جستجو دارد. از او پناه میشوم گفته امامی کرده ایستادم. در کودکیم کاش که با کرسی قرآن میرفتم. در حد اقل دعا را میآموختم. امام ساختکار نمیشدم. این کار دشوار است؟ البته دشوار. در یک عمر نماز نخواندگی را در یک روز خواندی ها؟ آب طهارت خنک نیست؟ خنک؟ اساساً سحر آب خنک است. باور کردم که تو طهارت کرده پای به طهارت به مسجد میروی. نابکار به عقلانه گپ نزن. به طهارت نماز خوانده نمی شود. نماز کاری جدی است. خدا میزند دیوانه. تو تماما نمازخانه مرا نپرس. کنی بگو قماربازی رو بس کردی؟ چه قمار؟ برادر من توبه کردم نمیدونستی؟ خب کن خب. تو چی توبه کنی چی نکنی؟ داملا شام بخیر. آقای اکرم شما را به خوراک شام دعوت دارم. فهمم میآیم. تشکر. سلامت باشید. تشکر. آقا شام بخیر. خوش آمدید. برای دعوتتان منت دارم. مرحمت. تشکر. مرحمت. شام بخیر. خوش آمدید. گذارید. مرحمت. سلامت باشید. من دیگر صبر کرده نمیتوانم. اگر ما ناراحت کرده باشه میتونیم برویم. استغفرالله حاج داملا، شما میهمان من میباشید. آقای اکرم از شما خیلی منت دارم. هیچ گپ نیست. مرحمت. با اشتهایتون. بخشش من حاضر میمونم. لابای تو در کجایی؟ در حوالی هستی؟ تو که نامدی من آمدم. در اینجا چی کار داری؟ در اینجا چی کار دارم؟ برای بردن تو آمدم. با یک شرط میروم. در نزد همه از بابایم عذر میپرسی. آقای اکرم برای دعوتتان تکرارا تشکر میگویم. تواضع و دستگشودیتان نشان میدهد که انسان برای انسان بودنش در نزد شما قدر کرده میشود. انسان برای انسان بودنش با قدر است. مال مول قدر آن را زیاد کرده نمیتواند. مرحمت با اشتهایتان. انا برای چی عذر پرسم؟ با او چی کار کردم؟ در شب زادروز زهرا چی کار کردنت رو فراموش کردی؟ زنک جان برای چی فقط همین گپ رو میگویی؟ میدونی که کار داشتم. کارت تمام شد؟ کلاس رو دستگیر کرده توانستی؟ نه دستگیر نکردم لیکن دستگیر میکنم. این در باشد اول او رو دستگیر کن. حله زنک جان التماس. اونال مرا گوش کن. تو این آدم رو دستگیر ننمایی. رفتارت دیگر نمیشود. این رفتارت مرا غمگین میکند. اول رفته کلاست رو دستگیر نمو، بعد برای بردن من بیا. شرط و شرایط من همین است. فهمو؟ حله جانکم. چخیلی که مولانا گفته است بسیار آدمان را دیدم که در تن لباس ندارند
بسیار لباس رو دیدم که در درونش آدم نیست. مرحمت. تکرارا تشکر میگویم. ما را شرفمند کردید. سلامت باشید اکای اکرم. برای گوشبیرا منت داریم. ممکن است که پیانینا رو ببینم. پیانینو؟ ها. مرحمت. تشکر. حلالت بود برادرم. دهانی همه مک شاده ماندنم اینتر. با تو فخر کردم. ای شوکت بیهوده گفزنی رو بس. من با نمازی خفتم میرم. خدا نمازهایت رو قبول کند. سلامت باش. پیانین نواختنت رو میدونستم، لیکن گپ‌های وزین رو کی آموختی؟ تو چی گفتی من تماما نفهمیدم. یک سخنی رو که وای لباس آدم بود چی بود؟ راستی گپ نفهمیدم. شوکت همه اونها رو از این دفتر پیدا کردم. خاطره استاد می باشد. تو هم در وزنینی موندی برادر؟ نه
من به تمام حیاتت عوض می شود. مجبور هستی که به خارجه روی، آدمان دیگر، فرهنگ دیگر. از همه مهمش از جستجوی خواهرت دست میکشی. شوکت، با تو یک چیز میگویم. از جستجوی خواهرم هیچگاه دست نمیکشم. او به جستجو پیدا نمیشود. لیکن پیدا کرده جستجو کننده میباشد. من هیچگاه از جستجوی خواهرم دست نمیکشم. من رفتم. مایلش خدا نگهبانت. الا جون صحت شده است. کنی بیا بیا. شام بخیر. شام بخیر. اکا در کجایید؟ داملا کمتر صحبت میکردیم. آقای خلیل، کاری ضرور دارم. یگان شام دیگر میآیم. شام بخیر. داملا پرسیدن عیب است و یک چیز پرسم. آقای ایرول، اگر پرسیدنش عیب باشد برای چی میپرسید؟ شام بخیر. این چه خیلی داملا است؟ با یگان سوالمون جوابی نمیدید. ایرج از خدا ترس. نخود از قفای کسی که نماز میخونی باز غیبت کنی. عجب و چی کار داشته باشد؟ بیا از قفایش میپوییم. آخر گناه هست. خی بیا میرویم. جامه و سالش رو برآورد. اکای هجری دیدید؟ شب بخیر. آقای انگین در همینجاست؟ او در اینجا نیست. اکا چی خیل؟ روزی گذشته اومده؟ همین روزی گذشته خانه رو خریدم. خدایا. شب بخیر. اکای هجری ببین، همه جا رو نظارت دارد. برای چی این طور میکند؟ نمیخواهد که یگان کس ببیند. اما من فهمیدم که استاد جا چی کار کردن میخواهد. چی کار میکند؟ بعد میفهمونم. بیا رفتیم که باز نبیند. بیا میرویم اکای هجری.
لابای شام بخیر. آقای ایرو رو میجویم. آیا در همینجا زندگی میکنه؟ یک کوچه پایین‌تر از طرف همین خانه میباشد. با اونجا چقدر رفتن ممکن؟ از اینجا پایین‌تر میروید به کوچه راست گردید. خانه چهارم میباشد. تشکر زیاد. سلامت باشید. راه سفید. السلام. چی میخواهید؟ یک چند روز پیشتر اومده بودم برای شناسنامه. فهمو میدونم. آقای انگین ناومدن. دیروز زنگ زد. نصیب یک دو روز پس میآید. تشکر. با خدا که شبانه از حال تمام خانه های یتیمان و بیچاره ها استاد زیاد خبر میگرفت. ما این را با چشم خودمون دیدیم. اکه اجری با خدا که با چشمان خودمون دیدیم. از این برمیآید که شبانه این کار را میکرده است. بله. به خدا آدمی نیک بودنی داملا را میدانستم. با دست راستش خیر میکند، دست چپش نمیبیند. من باوری نداشتم. خودم رو عیبدار حس کردم. استادم سلامت باشد. در اونجا ما با اشتهای تو کودک ها بیوید شیری نکنی. من امروز تارتویمون دپول کنی دروید. مرحمت دروید. شینید کنی اینجا شینید همتون شینید مادر جان اینجا چی شده ایستاده است؟ نپرس دخترم. ما از چیزی خبر نداشته ایم. استاد زیو که تو از او خوش نداری و ما درس انسانی داد. درسی از احوال کم بغل خبر گرفتن رو و با اونها یاری دادن رو یاد داد. نفهمیدم. آیدی چی نقل کرده ایستاده اید؟ استاد زیو گفته ایستادم. استاد زیو بعد نمازی خوندن پنهان کرونا با کم بغلان برای کمک کوچه رو دارو میزدن. همان آدم؟ بله. دتول جان بیهوده گناهش رو گرفته. گوش کن. اگر تو به ما یاری دیهی ما هم به تو یاری میرسونه. کالتا کیلاس در کجاست؟ در پشت. مرا مسخره میکنی؟ این رو برد. یک دقیقه حاضر او را به گپ می‌دارم. نه. اگر جای کلاس را به من نگویی کله کبوترتو میکنم. سرده او را وگرنه تو را میکشم. او را سرده. سرده او را میگویم. باینش میگویم. او را بگو سرده. در خود کله این خوش ریک رو من از تن جدا کنم. تو در اینجا چه کار کرده ایستاده؟ تو رخصت مهنتی گرفته بود؟ مین باید شما سرداری من نیستید. سرداری من کمیسر اونال است. او میتواند به من امر دهد. شما امر داده نمیتوانید. همین طور نه کمیسرم؟ السلام علیکم. خوش آمدید استاد. سلام علیکم. اینجا چی شده ایستاده است؟ داملا ما رو در حیرت گذاشته. چی گفتن ما را نمیدانیم. خوش باشید اینجا است. با خیرخواهیتون ما را در حیرت گذاشته. برای چی تا سحر به فقیرها یاری دادنتون را از ما مخفی نگاه داشته؟ اگر هجری و آغوز نمی بود ما بیخبر میموندیم. شما ما را تعقیب کرده؟ ما با مردم محله خودمان جمع شده برای یاری پول جمع کردیم و برای تقسیم کردن این قوطی ها شما را انتظار شده. استاد به دعای خیر شما. آمین تقسیم میکنیم. داملا
یک صاحب کار این یاری مخفیتون رو شنیده درس عبرت گرفته است. اوبا وای هم شنیده است؟ وای با شما وا خورده خیر کردن میخواد. این سراغش. هجری جان با استادمان یاری ده. پدر من هم همراهشون روم. مایلش پسرم. این شخص کی بوده است؟ یک صاحب کاری محل ما. مایلش من رفته با میخورم. کنی شما از پیش گذارید. روید. راهی سفید خدا یارتان با. ایشان را حرمت کردم گلویمان را خفه کرد، لیکن نام من نمیک می باشد و قصدم را میگیرم. دانستمان. شما تا سحر مرا تعقیب کردید. شما دیگر کار ندارید. لابای زهرو. نور این بیگاه اومده میتوانی؟ نه تماما تو خواطر نباش جانم. همین که من وعده دادم البته که میایم جانم. مایلش تو دیدار. تمام مایلش احتیاط کن زهرو. خیر تو بگو. زهرو؟ زهرو؟ کیست؟ بابا جان. لبای جانم؟ شما رو با یک نفر شناس میکنم گفته بودم. بله گفته بودی؟ این شام شناس میکنم. همین رو گفتنی بودم. نخود. این بسیار خبر خوش می باشد. بسیار خوب. بیا خانه درو کنی؟ همه اینجا جمع شوند. شما هم بیایید. چی شده است؟ پدرت باز برای چی داد زده ایستاده است؟ پدر جان یگان چیز شد؟ بله شد. بسیار واقع عجیب شد. امروز زهرا جانمان شوندهش را با ما شناس میکند. زهرا این بهترین خبر است. برای همین بیگاه همتان را در اینجا انتظارم. فهما؟ کی باشد؟ ما میشناخته باشیم. مادر برای چی ما از این خبر نداریم؟ در اصل برای چی تو خبر نداری؟ اگر این کار میشد بسیار آسان میشد. زود حل بکردیم. لیکن عشق بسیار دشوار است. من در این حیات چیزی از عشق دشوارتر ندیدم. اگر نشود نمیشود. تو دوست میداری وای دوست نمیدارد. این طور شدنش ممکن است. این چیزی خرید و فروش میکردگی نیست. با پول نمیشود. من همچنین عذاب را کشیدم. دیدی که نمیشود. خودکشی میکنی. از پیشانیت میپرانی. عذاب عشق را من میدانم. شما خوب هستید؟ اوکی کامون. زنها مردای قهرمان را دوست می‌دارند. چنگیز با برادر چقدر یاری دید. او را قهرمان کنید. مایل شکا. با من کی بودن زهرا رو نگویی به هیچ کجا نمیروی. تو دیوانه ما سال گذشته جدا شده بودیم. مرا غم نده. آنور تو برای همون زن شده از من رفتنی؟ تو دیگر کار نداری ها؟ من و تو از هم جدا شدیم. فهمیدی؟ آنور حالا تو میبینی.
شما رو تکرارا دیدم بسیار خوش است. از این برمیآید که دریا دارید؟ البته دریا دارم دامولا، چون این مردان خدا را چه خیلی دریا نداشته باشم. لازم نه. این بچه ها شاگردهایتان هستند؟ هجری دست بوسه نکن. شنیدم که یک امام به تمام فقیران محله یاردم میداد است و من هم خواستم که حصه خودم را گذارم. سمکه بیار. در واقعی گذشته درک کرده بودم که شما امام خیرخواه می باشید. دامولا در گوشم یک چیز گفته بودید یادتان است؟ دامولا در اینجا 50,000 لیره می باشد. انشالله. محکم کن. در اصل 20,000 لیره دادنی بودم، اما غیرت شما را دیده 30,000 دیگر زم کردم. التماس این کمک ناچیزی ما را به اعتماد رسانید و در حق ما دعا کنید. بده. در حقیقت ما رو در غفلت گذاشتید. کم بغلان بسیار خرسند می شوند. استغفرالله داملا، استغفرالله. خدا از شما راضی شود. شما کار دارید، وقتتون رو نگیریم اگر اجازه دهید. بفرمایید داملا. رفتیم. تشویش نکش، من خودم. تشکر. داملا بیدرک نشو. هجری این سمکه رو گرفته راست با محل ردید. من می آیم. نظارت کنید. ما همش را با اینا باید گرفتیم. بسیار خوب. اکنون دور روید. دور ایستید که درک نکند. ها، دروغ بودگیش معلوم نشود. کاری کنید که مرا پی نبرد. میدهیم و شما اومده او رو خلاص میکنید. فهمو؟ اینها کجا شدند؟ خاموشی! خاموشی! از پایهایش بردار! از پایهایش بردار! چی شده ایستاده است؟ سرده مرا! گم شوید! دف شوید! زهرا
تشکر زیاد. تشکر. نترس، من همینجا. خوب هستی؟ تشکر زیاد. زخم داشتید؟ هیچ گپ نیست، زخمش خوب است. التماس به بیمارخانه روید. نه لازم نیست، من بیمارخانه رو دوست نمیدارم. من در داروخانه مرهم میمالم. خیر نباشد به کارخانه من میرویم. ها در آن اونجا آنقدر دور نیست. التماس. مایلش. التماس رفتیم. خود رو تشویش نمیدی. انا بخیر. زورا جون، تو رو 1 دقیقه ممکن است؟ استاد بخشش حاضر می آیم. فهمو. چی شد؟ زورا جون وای مرد کیست؟ از کجای شناس می نموید؟ استاد زیاد، امام مسجد محله ما. در خانه ما زندگی میکنه. در خانه شما زندگی میکنه؟ تو با پلیس زنگ زدی؟ زنگ زدم. یزنا در راه اومده ایستاده است. خوش آمده. خانم زهرا در کجاست؟ زهرا خانم. یزنا. خوب هستی؟ یکم زخم نداری؟ با زنگ زدن سیلین زود آمدم. سیلین سلامت باش. هیچ گپ نه. تشکر. من خوب هستم، خاطر نشوید. یگان کاری بد شدنش ممکن بود، اما استاد زیو خلاص کردن. در روزهای نزدیک آن بیناموس را دستگیر می‌نماییم و باید جای حادثه را از نظر گذرانیم. زیو بود چی بود؟ استاد زیو. من باید به او واخورم. حالا باید در همین جا هست. بله 1 دقیقه. عزلان استاد زیو رو ندیدی؟ من ندیدم خانم زهرا. رفیقان مهمون داشتم، استاد زیو ندیدید؟ تو کجا رفته باشد؟ حاضر در همینجا بود. شاید به نماز رفته باشد. آیا شما تلفنی وای دوملو زیو رو نداره در دستتون؟ آقای مامور، من خودش رو میدونم، لیکن رقم تلفنش رو نمیدونم. یزنا بعدتر خودش به شما زنگ زنم میشود پرابلم نیست. یزنا به شما من گپ دارم. نترسید. آن بیناموس ها دیگر به شما ضرر نمیرسانند. من نگهبان تو هستم. نترس. آقای مامور خطا کرده ایستاده. جبدیده دوگانه‌ام. یعنی وای فرق ندارد، اما شما من فکر میکنم که برای دوگانه تان ترسیدید. نترسید. سرژانت مایور یعنی یاردمچی کمیسر لونت نمیگذارد به شما ضرر رسد. یک چند سوال دارم. یزنا التماس بابایم از این خبردار نشوند، خواهش میکنم. التماس. مایلش، اما جای حادثه را باید بینیم. اولا نامتان رو بگفتید.
سلین سلیم. سلین سلین نامتان هجایی بوده است. اکنون رقم تلفنتان را گویید، لازم می شود. رقم تلفنم رو آقای اونسل دارند. این طور باشد از تلفن آقای اونال به من زنگ زنید. روز بخیر، خدا یارتون باد. نایستید، کمی از پای کار شوید. با استاد زیو پولی خیریه را آوردیم. خیرت چی؟ یک صاحبکار با استاد زیو 500,000 لیره خیر کرده است. 500,000؟ بله. حالا آن پولها در دست یکی هجری می باشند. سیلین، من سخت ترسیده ایستادم. باز یگان مشکلی نشود. سفسطه نخون، برای چی مشکلی شود؟ در آخر شخص در کوری همون رو پیدا کردی. جانم، تو خواطر نشو. یگان کس از یگان چیز خبردار نمی شود. گویا که تو در حقیقت اویله برپا کردنی. به هر حال دشوار است. به فکرم اومد. خوش آمدید خانم، زورا شما را انتظارند. نور، خوش آمدی. دوستم خوش آمدید. سیلین، دوستی چی؟ سفسطه نگو. سلام آقای آنور. سلام. زورا باور کند گفته گل هم آورده است. چی کار کرده ایستاده ای؟ میشنون. نور، در اینجا راست ایسا به این طرف گذر. دخترها شما بسیار زیبا شده اید. تشکر. من با بابایم خبر دادم میآیم شما به حضور در اینجا صحبت کرده ایستید. امکم در آنجا. التماس امکت رو با این کار همراه نکن که در هیجانم. را بابایت رو فریاد کن. میله، شما صحبت کردن گرید، من میآیم. سلام خانمی زیبا، خوش آمدید. به شما چطور یاری رسانم؟ به عقل است تو یگان کس یاری پرسید. کدامش؟ انا اینش. بابا جان، شما آوارا شده نفرمایید اینجا بیاید در اینجا صحبت کنید. چی؟ داماد اینجا می آید در حجره من. تو چی گفته ایستاده ای؟ کنی زود رو با پایان فرا. من آمده ایستادم. رو حاضر تیار شده می آیم. نور جان، تیاری تبین. بابایم آمده ایستاده است. خوش رو شرمگینانه گپ میزنی، فهمیدی؟ نامرد. اصلی؟ تو چطور در حق من این کار رو میکنی؟ من چی کار کردم؟ با من خیانت کردی. چی؟ هجری، بله با استاد. تو حاضر با من سوال دارم نگوی که طبعم خیره است. من روم که استاد آمد. خیر جان. تا باز دید. استاد امانتتان را آوردم. تمام. با من ده. با شما جواب. شب خوش استاد.
دوستم لیکن من یک سوال دارم. کنی زود بگو در درون این چی است؟ شوکت تو هم سوال نپرس. توبه رفتیم. ها باز با بالاش بینشین. من ندیدم. تو با برادرت معامله خنک کن. لیکن برادرت به این نگاه نکرده لباسهای دوست داشته تو را جمع کرده بیارد. ببین برای چی؟ این لباسها را برای آن آوردم که این دنیا را هم ببینی. کدام دنیا شوکت؟ من خودم میشدگیم بر این شدم. این لباسها را گرفته بپوش. روزهای گذشته بر این کمتر رقص و بازی میکنیم. نور تو با من دوست داشتن ندارم گفته بودی. دوستم تو کاری درست کردی. دخترها آرام شوید، تمام آرام شوید. تو مگر دیوانه هستی؟ ما جدا شدیم. خیانت چی رو گفته ایستاده ای؟ از بین 1 سال گذشت. تو دیوانه هستی؟ کدام از شما زورو است؟ زودتر بگوید. خانم اصلیه اصلا حقیقت دیده شما برای نیست. زورو تو هستی. تو حق نداری که با من گپ زنی. آروم شوید. التماس داد نزنید. بابایم میفهمد. شنود شنیدن گیرد. اون همه دانه کن که شرمنده هسته. ایستا اصلیه گوش کن. حاضر با تو همش رو میفهمونم. آروم شو. چی رو میفهمونی؟ زودتر فهمون. یک بار برای خواستگاری من چونین گل چونین شیب و کاستیوم پوشیدن نآمدی. برای اینها باشد. اصلیه گوش کن. یک لحظه آروم ایست. تمام حاضر همش رو با تو میفهمونم. تمام خاموش استید. زورو جون بی ممکن نقل کنند. دیگر چاره ای نداری. بابای زهرا با قریبی وفات میکند. میخواهد پیش از مردنش توی زهرا رو ببیند. چی؟ برای خرسند کردن بابایش من اینجا آمدم. دامادی ساخته هستم. بفهم. این همه بازی است. خانم اصلی آرام باشید. تنها خرسند شدنش رو میخواهیم. یعنی شما هر دویتون؟ بله عیناً همین طور. شما فکر میکنید که من بیعقل هستم؟ آیا در نزد شما یکم کودک هست؟ دامادی ساختن بابایش میمرده بوده است. چی خواسته؟ چطور خوب است؟ وای لیوناردو دیکاپریو تو این رو ببینه اینقدر زیبا شده است. با دستت چی شد؟ هیچ چیز نشده است. چی من فراموش کردم؟ چرا فراموش کردی؟ 1 دقیقه. تو ما رو اینجا انتظار شد. کمی پس می آیم. وای دوملای عاشق. زورو جان یکم پرابلم هست. نه این چی به ترتیبی؟ آیا همه چیز رو من جمع میکنم؟ شما کیستید؟ برای چی اینجا غوغا میکنید؟ این زن چه سفسطایی میگوید؟ بابا جون چی؟ چی؟ این زن چی گفته ایستاده است؟ بابا جون این یا که این داماد است؟ نه این است.